این عکس‌های نادی را روزهای 20 و 21 آگوست سال 1968 هنگام تجاوز نیروهای به رهبری شوروی به چخسلواکیه برداشتند. عکس‌های نادر رنگه از لیبور گایسکی عکسبردار نو شاگرد چخ است که آن زمان 20 سال داشت. با گذشت 50 سال آن روزها را خوب در یاد دارد. کوچه ها از دودی بسیار مثل شب تاریک شدند. بعداً تیرها به پرواز در آمدند. همه را ترس وحشتناک فرا گرفت. یک روز پیش از حادثه گایسکی از استراحت از روم برگشت. تجاوز برای او و تمام کشور غیر انتظار بود. با ورود تانک‌ها به پایتخت چخسلواکیه او دستگاه عکسبرداریش را گرفت و به کوچه ها رفت. ساعتی 8-9 روز مردم درست نمی‌دانستند که این حمله برنامه‌ریزی شده بود. فکر می‌کردند که تمرین نظامی است. در این عکس کودکانی را می‌بینید که روی تانک برآمدند، گویا برای بازی باشد. نمی‌توانم بگویم که همه خرسند بودند، ولی فکر نمی‌کردند که حادثه جدی است. به سر و سامانی در میدان واسلاف بعد شروع تیراندازی به بالای سر ازدحام ترسناک شد. تیرهای آنها هرچی پایین‌تر می آمد و من ترسیدم که بس نمی کنند. واقعا در همین وقت ترسیدم. چند صد متر دورتر رادیوی چخیا جایگیر بود و خبرها درباره تجاوز را به ایست نشر می‌کرد. نیروهای سوویتی آن را بستند. با حرکت نظامیان به سمت رادیو ازدحام برای حمایت از آن در نزد بنا جمع آمدند. از قیافه سربازان روس معلوم بود که آنها به آزادی بخشان مانند نیستند. اگر درست نگاه می‌کردید می‌دیدید که افسرده هستند. بیچاره ها نمی‌دانستند که چی کار باید کنند. در عین به سر و سامانی یک ماشین بارکش به ازدحام برخورد و چند نفر کشته شد. در آن لحظه دیدم چیزی می آید. عکس بردار را گرفتم و تکمه اش را زیر کردم. احساسی واقعا بدی داشتم. در آن روز در پیش رادیو 15 نفر کشته شدند. در عموم هنگام تجاوز بیشتر از 100 نفر جان باختند. همزمان با وحشت‌های آن روز گایسکی آدمیت بعضی ها را به یاد می آورد. مردم تانک ها را آتش می زدند. در داخل آنها سربازان بودند و مردم فریاد می کشیدند که بیرون برآیید وگرنه می سوزید. لحظه های خنده آور بود. دل آدمان با آنها می سوخت، هرچند لازم نبود. و این تنها لحظه خنده آوری آن روز نبود. کسی در میدان واتسلاو علامت ورود من است را گرفته روی تانک نشسته می رفت. نمونه هجوی چخی بود و مردم می خندیدند. این عکس ها محض به سبب هرج و مرج آن روزها باقی ماندند. نیروهای شوروی به خبرگزاری چخسلواکیه رفتند و عکس و نوارهای آن روز را نابود کردند، ولی این عکس ها ماندند. این نوار برای آن ماند که عکس‌های رنگه را در یک هفته یک بار چاپ می‌کردند. اما آن روزها اینقدر بی سر و سامانی بود که این عکس‌ها را 14 روز بعد نشر کردند و آنها امین ماندند. تجاوز سال 1968 به دوره کوتاه و نسبتاً آزادی سوسیالیستی در چخسلواکیه با نام بهار پراگا پایان داد. عکس‌های گایسکی از آن حادثه ها ماندند، ولی امید اصلاحات سیاسی برای یک نسل از بین رفت.